شرط اول بحث آداب است. کسی در بحث دشنام می‌دهد، حقارت می‌کند، تهدید می‌کند، تحقیر می‌کند، ناتوان است. بله، محض با همین راه ناتوانی خود را گویا پوشاندنی می‌شود. در این موضع آوازه‌دار کشور که نور تولید می‌یابد، هیچ کس حقوق معنوی از بدکرداری‌ها یادآور شدن حق و حقوق ندارد. هیچ کس نباید اینجا از خصومت، از کینه و کدورت صحبت آراید. ولی متاسفانه اندیشه های چند به نام زیایی تاجیکی هفته آخر اطراف محلگرایی بحث و مناظره آغاز کردند. یکدیگر را تهدید و حقارت و تحقیر کردند، پست گفتند. حتی دشنام‌های کوچگی را در واسطه اخبار عامه بین الملل استفاده بردند که اوباش در تنهایی تکرار آن را به خود روا نمی‌بیند. برای همین من همچون یک مردی روزگار دیده، همچون یک ایجادکاری بیش از 50 سال در میدان ادبیات فعالیت داشته، به همین خلاصه آمدم که در این صبح باصفا برادران خویش، همزمان دور و نزدیک خود را هشدار داده باشم که ما یک مراتبه از همین بی‌اندیشگی ها به قور بلا افتادیم. تر و خشکی دیار بود و نابود خویش را با آتش کینه و کدورت افکندیم و خیریت با چسب و تلاش و کارداری های به مورد و جسارت بی‌مثل خود راهبر کشور توانست که گفته‌اش را کرد و صلح آورد، وحدت پیش آمد و سازندگی های چون احیای راغون دست داد. ولی اکنون مشاهده میکنیم که دو گروه، یکی با نام زرافشان، دیگری با نام ختلان، صحیفه های اجتماعی سرتاسری عالم را پر کرده ایستادند. یکدیگر را تحقیر میکنند، حقارت های کوچگی را حتی استفاده میبرند. یکی از مقدساتی برای انسان بسیار والا، یعنی مادر همدیگر را مورد تحقیر قرار میدهند و حتی الفاظی را، سخنانی را استفاده میبرند که چطوری یادآور شدیم مردمی حتی اوباش و کوچگر حتی در تنهایی از استفاده آن حذر میکنند. اصلا سون وقتی که درباره کسی، چیزی یا عملی بهاگذاری کرده میتواند، چیزی که در عرفیت میگویند باید اول گریبان خود را بکند، اندیشه کند که او چی رفتار و گفتار و کردار دارد. او در قبال آبادی کشور، در آزادی پیش آمده، در تامین رشد کشور و زندگی شایسته خود و پیوندان اقلا چی سهمی گذاشته. اصلا این رفتارهای بی‌آدابانه از خیرت دور بودن بحثگران را نشان می‌دهد. ولی متاسفانه آنها امروز با نام نویسنده و روزنامه‌نگار و ژورنالیست و یعنی فرهنگی های زمان که باید نسل امروز را تربیه کنند، آنها را هشدار دهند، برای به خلاهای مراد رسیدن باید ترغیب و تشویق کنند. امروز به عملهای دست زده ایستادند که من از همزبان آنها بودن شرم میدارم. اصلا عیبی کلی ساکنان کشور است که از فرهنگ دور گشتند، از کتاب برکنار رفتند
و هر چیزی به دستشون میافتد از روی محل، از روی خویشتواری که امروز میدان ادبیات رو گویا صاحب شدن مناسبت میکنند که اکثر اون نگاشته‌هایی که در جلد جمع آوری میشوند و با نام کتاب به خواننده زمان پیشنهاد میگردند، آنها مال ادبیات نیستند. آنها رو فرهنگ ملت نام بردن امکان ندارد. امروز متاسفانه یعنی در زمان بازرگانی همین خیلی روند پیش آمد که هر کس میخواهد خود را به واسطه کتاب معرفی کند، نمایش دهد. حال اون که این هنر خاصه خداداد است که نصیبی نه هر کس میگردد. ولی متاسفانه نویسنده های کسبی، ژورنالیستان هنرمند، روزنامه‌نگاران بسیار اندیشمند در این روند از سیل پیش آمده دور ماندن یا این سیل اونها رو بر کنار افکنده است. چون که امروز کتاب با مبلغ به واسطه مؤلف پیشنهاد میگردد و آنهایی که وسوسه دارند و مبلغ به دست آوردند نمیخواهند که کتاب نویسنده را، فرزند ملت را پیشنهادی همزبانان همزمان گردد. آنها میکوشند که اگر نویسنده هم باشد، نویسنده که از قشلاق خودشون، از آبرو خودشون، از قوم و اولاد، حتی از عائله خود سازمان دهند و او را مبلغ گذاری کرده کتابش را به همزمانان پیشنهاد ساختند و عاقبتش انا همین که الکی معلوم شد یک شخصی اصلا روزگار دیده که به جای رسیده است عمرش و کتاب پیشنهاد ساخت که گویا او تحقیقات گذرانده اثبات کرده است که مردم یک محل با تأثیر مغول و ترک و تاتار و کین کدام یک اجنبی های دیگر از عرف و عادت های خود، از سنت های خود دور شدند و آنها حتی اصالت اصلی ملی را گم کرده. گروه دیگر به مقابل آنها با حقارت و با تحقیر تعدی به میدان برآمده گویا اثبات کردنی شدند که این اندیشه از کینه سرچشمه دارد و کسی که تکیه به محل، تکیه به دارایی خود و ملت تحقیر و تعدی و خاری و زاری پیش آوردنی می شود و فرزند ملت نیست و اصلا نمیدونم آن رو چی نام بردن ممکن است. و عموما کسی که کینه و کدورت دارد، کسی که مردم رو به همدیگر می شوراند، او را عموما انسان گفتن درست نمی‌آید. خداوند با کارداری های سرور کشور در زمان استقلال امکانیت بسیاری را برای ما تاجیکان پیش آورد، ولی متاسفانه اکثر زیایان ما به جای آنکه از این وضع استفاده برده برای آباد گرداندن معنویات ملت، برای پیش بردن فرهنگ اطراف سرور کشور به هم آمده تلاش ورزند که فرزندان صاحب هنر، فرزندان خردمند ملت را دستگیری کرده، مبلغ گذاری کرده، آنها را برای معرفی به ملت و عالمیان کوشش کنند. برعکس سنگین ملامت میزنند با آنهایی که به کاغذ و قلم سری کار دارند و قریب اکثری آنهایی که امروز در بازار میشینند و تجارت سر کار دارند دعوای آن دارند که ما هم کتاب نوشته میتوانیم و امروز از هر گوشه و کنار دور و نزدیک میشنویم با همین عبارت که ما میتوانیم. ولی این وسوسه از کجا سرچشمه دارد من نمیدونم. این ما را از اصل خود دور کردن دارد. حالا که گذشته های دور فرزندان فرزانه ملت، اصلا نماینده های ادبیات که با همین هنر مردم ما را در عالم اعتراف کرده با زبان فارسی دری تاجیکی ارج میگذارند، تاکید داشتند که انسان فرهنگی پیش از همه باید
خاکسار زمینی و آدمیتی بلند داشته باشد. حضرت صاحب در این راستا تاکید دارد که هنر دیگران ندیدن عیب، دیدن عیب خویشتن هنر است. ولی امروز تماما برعکس شده است. یک حکمت دیگری است در مردم ما که وسوسه ها پیشه شیطان بود، هر که خود را کم زند مرد آن بود. ولی امروز میبینیم که کسی از نقطه نظر تنقیدی و رفتار و گفتار خود بهاگذاری کرده نمیتواند، معرفی کرده نمیتوانیم که آنها برای اقلا خود، برای عائله خیش، برای محل خود و در مجموع برای ملت و میهن چی خدمت، چی کوشش برای دادن و چی موفقیتی به دست آوردن. یا اون برادران ما که در همین دیار تولید یافته در زمان شوروی وقتی که دعواهای دموکرات خواهی و استقلال خواهی پیش آمد به میدان ها برآمدند و گویا خدمت پیش آوردنی شدند. ولی وقتی که ملت و خوری بلا افتاد همه آنها کدوار خود را گرفته ترک تاجیکستان کردند و حال در کدام گوشه امن و آرام دنیا با پشتیبانی کدام یک سرمایه‌دار بدخواه ملت و میهن ما کارداری ها سازمان داده از دور و نزدیک به رفتار و گفتار فرزندان کشور که در دیار به آبادگری ها مشغولند، چون به احیای راغون کارهای بزرگی کرده برای آبادی تاجیکستان سهمی بی‌نظیر پیشنهاد ساختنیان سنگ ملامت می‌افکنند. یعنی حتی از دور ایستاده به جای کمک کردن، به جای آباد گرداندن کشور و پیش آوردن یگان امکانیتی برای زندگی شایسته همزبان خود به این عملهای سازنده سنگ ملامت می‌افکنند. من بیش از 13 ساله که اینجا همراه بنیادگذاران کاخ نور چسب و تلاش دارم، می‌بینم که متخصص تاجیک اینجا عملهای را سازمان داده ایستاده است که نه تنها برای آبادی کشور و منطقه، حتی برای دستگیری رشد اصلی ساحه کلیدی امروز اعتراف شده عالم گیدره انرژتیکا سهمی باسزا گذارند و همه این را استقلالیت، آزادی و اندیشه حقیقتا هم سازنده پیش آورده است که این را اعتراف باید کرد و تلاش به آن باید ما ورزیم که ما را که خداوند محض در همین دیار فرزند همین ملت به عالم آورد، پیش از همه باید در آبادی تولیدگاه خود، در آبادی خاندان خود و در زندگی شایسته خویش و پیوندان تلاش داشته باشیم. اگر ما دنیا را تسخیر کنیم هم ما تاجیکیم و افتخار ما در همه دور زمان محض تاجیک بودن میتواند باشد و برای همین باید ما به استقبال همدیگر به کینه و کدورت، به یگان خصومت باید با آغوش گشاده، با چهره خندان و با تبسم‌های شیرینی سازنده مناسبت کنیم و تلاش به آن داشته باشیم که یکدیگر را خرسند گردانیم، نه اینکه از زیر ناخن شیر گفته باز مردم را با هم بشورانیم و محل‌های تاجیکستان را به یکدیگر جمع بیاندازیم. البته این ریشه‌های گوناگونی زیاد دارند، از تاریخ سرچشمه دارد این عمل‌های ما و شما، ولی خداوند که نصیب ما گشت بعدی بیش از 1000 سال تلاش فرزندان کشور ما با استقلال اصل، آزادی کامل و سازندگی‌های دست یافتیم، باید شکر به این داد خداوند تلاش به آن ورزیم که اقلاً خانه خود را در همین تولیدگاه خویش آباد گردانیم تا آینده پس‌آوردانمان افتخار از آن داشته باشند که پدر و بابایانشون برای آنها عمل‌های و امید
رسیدن را راه اندازی کردند، نه اینکه سرچشمه خونریزی، جنگ و تبادلات گشته باشند. حکیم ابوالقاسم فردوسی که 25 سال جنگ کننده شاه اثر تاریخ بشریت را با نام شاهنامه آفرید که تا امروز در دوام بیش از 1000 سال نظیر ندارد. به خلاصه آمد که از تجربه 1000 ساله های شاهانی گذشته ملت عاقبت جنگ خونریزی پشیمانیش انگشت حیرت گزیدن و مشت به زانوی اندیشه کوفتن است. برای همین خلاصه کرد که چنین است عاقبت فرجام جنگ، یکی را تخت تاج و دیگر را گوی تن. برای همین کرسی منصب همگی یک است، به یک کس میرسد و در مورد ما به مراد مقصد میرسیم که باید همگان تلاش به رسیدن به خوشبختی داشته باشیم و برای این باید در آبادی کشور سهم بذاریم و در شرایط سازمان دادن زندگی شایسته خود پیوندان و آینده ها سهمی گذاشته توانیم. در این موضع آوازه‌داری کشور در کاخ نور تاجیکستان در مخزن تولید نور و ضیا من تاکید بر آن می‌دارم که باید با گفتی نماینده های بزرگ ادبیاتمان عاشقانه کار پیکار داشته باشیم، چون که همان شخص موفق می شود که کینه ندارد، عاشقانه زندگی میکند و برای پسابندان خویش آبادی و شرایط شایسته زندگی به یادگار میگذارد. برای همین حضرت لسان الغیب در هنوز دامن 1000 سال مقدم پیش ابراز داشته بودند که هر آن کسی در این حلقه زنده نیست و عشق با او نموده به فتوای من نماز کنید. بله، آنکه عاشقانه زندگی میکند، دیگران را دوست می‌دارد و برای به روزهای خیر و نیک رسیدن همیشه در لب خنده، تبسم و استقبال همزبانان همزمان می‌براید. چلی که استاد روانشاد لایق می‌فرمایند محض محبت مصدر رشد و کمال است، راه پیمان نه راه قیل و قال است. اگر در عشق بندی دل نسوزد، کشاد بندی مشکل ها محال است. بله، مثال روشنش انا همین ایجاد بزرگترین اثر زمان احیای کاخ نور است که ما شاهدی روی کار آمدن این عمل ماندگار و تاریخی بنیادی و کشورساز و ملت‌زاییم و باید تلاش در عملهای پیش گرفته سرور کشور باشیم که حقیقتا هم عاشقانه کار و پیکار سازمان دادند و برای رسیدن به قله مراد تمام امکانیت های خود و حکومت جمهوری رو راه اندازی کرده ایستادند. بیاید اطراف او و هم بیاییم و چطوری که روانشاد سابق معاون اول سروزیر متصدی از جانب حکومت تاجیکستان در این ساختمان سازنده و بنیادی روانشاد اسدالله غلاموف تأکید داشتند، بازیافت ما در زمان استقلال و وحدت سرتاسری عملهای سازنده و بنیادی امام علی رحمان است که برای آبادی تاجیکستان و زندگی شایسته ساکنان کشور نظیر ندارد و باید این رو حفظ کنیم. اطراف او برای به خوشرویی ها رسیدن باید همیشه تلاش داشته باشیم. اگر ما در گرد پرزیدنت خود با هم بافته شویم و همچون یک بندی مستحکم بگردیم، پس ما را یگان کس کنده نمیتواند و یگان دشمن به ما فشار آورده نمیتواند و تمام مسئله های اقتصادی که ما داریم اون حتما عملی میشه.